سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه دیوم دکبر همراه شما. دادگاه شهر دوشنبه مسئله قانونی بودن عفو فیروز خالقزاده دادستانی جوانی را بررسی می‌کند که به مرگ یک زن راهرو در پایتخت متهم شد. در این دادگاه روز 1 دکبر بر رادیو آزادی گفتند که بعد شکایت خویشاوندان زیوربانو پیروه که با عیب آوری دادستان ناحیه اسماعیل سامانی در صدمه نقلیاتی هلاک شد، پرونده عفو فیروز خالقزاده را به بررسی گرفتند. با گفته مقامات انتظامی تاجیکستان، یاوری دادستان روز 28 سپتامبر زیوربانو پیرو 53 ساله را با ماشینش پخش کرده و به او کمک نرسانده است. فیروز خالقزاده تا اول ماه نوامبر در بازداشتگاه بود، ولی بر طبق قانون عفو پروندهش را قطع کردند و خودش آزاد شد. مقامات انتخاباتی تاجیکستان میگویند نیت دارند در دایره آمادگی به انتخابات پارلمانی سال آینده با نمایندگان حزب‌های سیاسی کشور ملاقات کنند. عبدالمنان دادایف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی روز 2 دکبر بر رادیو آزادی گفت ممکن است این ملاقات بعد از 10 دکبر صورت بگیرد و به آن رئیسان 8 حزب رسمی تاجیکستان دعوت شوند. ما یک نقشه داریم که با راهبران حزب‌های سیاسی یک میزی مداوره علایده و با نمایندگان واسطه اخبار عامه و یک میزی مداوره گذارانیم که مقصود نارامه فهمانیم در انتخابات. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان ماه فوریه سال آینده برگزار می شود و در جریان انتخابات وکیلان مردمی برای 5 سال آینده انتخاب می شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش بنابر مخالفت بلغارستان ساختمان لوله گازی مجرای جنوبی را متوقف می کند. ولادیمیر پوتین در این باره در نشست خبری مشترک با همتای ترک خود رجب طیب اردوغان روز 1 دکبر در ترکیه سخن گفت. او افزود به جای این لوله ممکن است روسیه و ترکیه یک انبار بزرگ گاز برای کشورهای اروپای جنوبی بنیاد کنند. عین زمان دو طرف گفتند شاید در آینده تبادل مال میان ترکیه و روسیه به تقریباً 100 میلیارد دلار در یک سال برسد. هرچند دو کشور همکاری‌های نزدیکی اقتصادی دارند، ولی در مسائل بین المللی از جمله در مسئله جنگ در سوریه موضع گیریشان مخالف است. ترکیه خواهان سرنگونی حکومت رئیس جمهور بشار اسد است و روسیه یکی از حامیان بشار اسد. در شهر دوشنبه نمایندگان حکومت و سازمان‌های بین المللی راه‌های بهبود بخشیدن به زندگی معیوبان و معلولان، یک طبقه احتیاجمند و آسیب پذیر در تاجیکستان را بررسی کردند. این مسئله در کنفرانس ملی کمک به معیوبان در سطح جماعت‌ها روز 2 دکبر با حضور 350 نفر در کتابخانه ملی بررسی شد. با تعلیم فراگیر، کانسپسیون اینکلوزیوی که از طرف حکومت قبول کرده شده است، برنامه‌های تعلیمی کلانسالان، کارهای جمعیتی مزنوب، همه این چاره‌بینی‌هایی هستند که آنها برای در جامعه مهنت برابر کردن معیوبان شرایط مهیا می‌سازد. در تاجیکستان بیشتر از 160,000 معیوب و معلول زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها از مشکلات گوناگون رنج می‌کشند. دولت تاجیکستان میگوید تلاش دارد که شرایط را برای زندگی این طبقه احتیاجمند فراهم سازد، ولی حامیان حقوق میگویند تلاش‌های حکومت کافی نیست. تعدادی از خانواده‌ها نیز از نشان دادن فرزندان معیوب خود به جامعه ابا می‌کنند و اکثر وقت در خانه نگه می‌دارند که نقض حقوق این افراد به حساب می‌رود. و اخبار و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.